شروین جان سلام، به کنگره خوش اومدی. امیدوارم از جریان بازی لذت برده باشی. دوست دارم نظرت راجع به سناریو بدونم. سلام، مرسی که از اول که اومدی، مرسی افتخار دادی، خیلی خیلی خوش اومدی، هم شما هم تیم فیلم برداریتون. سناریو که خیلی به نظرم هم جدید بود هم جذاب بود و من شخصا لذت بردم. خسته هم نباشی. اگر هر گونه انتقاد یا پیشنهادی داری من خوشحال میشم نظرتو بدونم. انتقاد ندارم، پیشنهادم باید فکر کنم حقیقت، چون تازه بازی تموم شده، تحلیل کنم حتما بهت میگم اگه پیشنهادی داشتم. فدات شم، قربون سلامت باشی. آقا خیلی خفن بود. اولا که به خودت خیلی خسته نباشید میگم، خیلی زیاد دیدم تکی پارو زدم که فقط زود بیا اینجا همه بچه‌ها بازی کنن. من کلا ایده های جدید رو خیلی دوست دارم، چون خودم هم زیاد سناریو و اینور داستانا خیلی پیگیرشم. کلا ایده های جدید به نظرم باید حمایت شه. خیلی هم خفن بود، خسته هم نباشی. بازی دروغ چرا فکر نمی‌کردم انقدر خوب باشه، اصلا فکر نمی‌کردم انقدر خوب باشه. یعنی گفتم خوبه ولی فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. 0 تا 100ش به نظرم جدید بود. این خیلی باحال بود. این خیلی ارزش داشت. انتقاد یا پیشنهادی اگه داری خوشحال میشم نظرتو بدونم. نه جالب بود، انتقاد خاصی ندارم، چون میگم ایدهش 0 تا 100 مال خودت بود و جدید بود. انتقاد خاصی نه، همینو برو جلو، چون فکر کنم فصلای بعدی هم گفتی داره. به نظرم خیلی خفن تر قرار بشه. ممنونم. خسته هم نباش. دارم بازم ببینم. مخلصم. قربونت. بدونم. خیلی خفن بود. دمت گرم. یعنی فکر نمی‌کردم مثلا به این بازیایی که مثلا تو این سبک هستن که رای گیری و ابیلیتی و این داستانا ندارن خیلی حوصله سربر، ولی این اصلا حوصله سربر نبود و همه جاش هیجان بود. یعنی تا روز آخر درگیر هیجان بازی بود. امیدوارم توی تورنمنت ببینم. مرسی. سناریو واقعا عالی بود. فکت محور، یعنی هیچ جای باگی نداشت و چون شب نداشت، جای لابی و آنفیر بودن هم نداشت. من خیلی لذت بردم در مورد این و سناریو جالبی بود، جدید بود. یعنی اینکه تو بیا یه سری نقش جدید اضافه کنی، مثل باسپورس و اینجور ناتو و اینا که میان هی نقشه دیگه اضافه میکنن و یه سناریو جدید توضیح میدن. نه، تو واقعا یه کار جدید کرده بودی و این واقعا بر من قشنگ بود و واقعا لذت بردم که تو این دک نشستم. کاش یارام کسای دیگه ای بودن تا ما بازی رو میبردیم، ولی بازی لذت بخشی بود. ساعتهای خیلی خوبی رو کنارت گذروندم و فکر کنم آخرین بازیم باشه قبل از زایمانم. حالا میره تا یه عالمه روز دیگه. خیلی ازت ممنونم. کنگره حتما ببینیم. انشالله. هر گونه انتقاد یا پیشنهادی داری ممنون میشم. عالی بود به نظر من، واقعا خوب بود. ممنونم ازت. خواهش میکنم. قربونت برم. والا خیلی سناریوی جذابی بود به نظرم، یعنی یه چیز جدیدی بود، تا حالا تجربه بازی رو نداشتم. می‌دونی ما عاشق مافیاییم دیگه، فقط میایم بشیم مافیا. من کنگره اولش فکر نمی‌کردم جذاب باشه، ولی تو روند بازی خیلی برام جذاب شد. نشون داد که هیجان بازی فقط برای این نیست که اتفاقای شب بیفته تو روز بخوای تحلیلش کنی، یعنی با اینکه تو شبش اتفاقی نمیفته، ابیلیتی هم نداره بازی، خیلی بازی میتونه جذاب باشه و به نظرم این بازی ادامه پیدا کنه حتی نسبت به شب مافیا که خودم طرفدار پروپا قرصشم، خیلی میتونه جذاب‌تر باشه. دوست دارم هر گونه انتقاد یا پیشنهادی راجع به بازی داری از نظرتون رو بدونم. نه، به انتقاد که ندارم، پیشنهادم به نظرم خیلی کامله بازی، پیشنهادی هم ندارم، همه چی عالی. خیلی خوشحال شدم. شکرت. قربونت برم. بازی بعدی ببینم. زنده باشی. مخلص. بابا یک تا سه بی‌نظیر بود. به نظرم یکی از جذاب‌ترین سناریویی که تو این سبک از بازی‌ها میشد بازی کرد. واقعا عالی بود. خیلی استرس داشت، لذت بردیم. خیلی هم خوشحالم میکروفون دستمه. یک تا سه. اگر انتقاد یا پیشنهاد همه چی بی‌نظیر، یعنی استرسش عالی، بازی اندازه فکت محوری عالی، همه چی کلا بازی بی‌نظیر بود. یکی از جذاب‌ترین سناریویی بود که من تو عمرم بازی کردم. خیلی خوشحال شدم. دوست دارم. بازی بعدی ببینم. مرسی. سلام سعید جون. ببین سناریوش خیلی سناریوی خفنی بود. اینکه بازی کلا فکت محور بود، اینکه تو زیاد دیتا نداری برای تو خیلی قشنگ‌ترش میشه. باید فکت تو بازی باشه دیگه. منم لحظه آخری انتخاب شده بودم، آخرین نفر، یکی در میون توشون جاسوس سفیر بود. خیلی ریسکی بود، خیلی هم استرسش قشنگ بود. به من که خیلی حال داد. قربونت برم. دوست دارم هر گونه انتقاد یا پیشنهادی داری به ما بگو. انتقاد که ندارم، سناریوش خیلی خفن بود. پیشنهادم اینه که زیاد رانش کنی.
حتما مخلصتم. امیدوارم بازی بعدی بهتون. فدات شم مرسی. قربونه.